گفت سوهیل اگه الان یه پسر بیاد این شومبولاسشو برداره جیب بزن تو سر و صورت تو چه احساسی داری؟ هر چقدر دگرباش جنسی باشی و کمتر تو چشم باشی از لحاظ جامعه پذیرفتنی تر میشی. ولی آدما تنفر دارن، میگه مثلا اینا رو باید از بین برد، خوب کرد. سلام، برعکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم. امروز با آریو و اولین رکورد برنامه‌مون رو زد، همونجوری که خودش گفت. میذارم خودت بگو لطفا. من با افتخار اولین مهمون ترانسجندر سهیلم. خب آقا، من خیلی سوال دارم. خب یعنی من انقدر این بحث برام جالب و عجیبه چون نمیدونم به چجوری فکر بکنم، چون خودم نیستم. فکر میکنم که اگه بودم همیشه چی فکر میکردم، بعد همیشه فکرهای عجیب غریب تو سرم میزنه. من خیلی دلم میخواست همیشه با یکی که هستش توی زندگیش داره اینو بازی میکنه باش حرف بزنم. اولین بار تو چه سنایی، حالا فقط تو نه لطفا، اگه میشه یه خورده بهم، یعنی بیشتر از کسی، از اگه میشناسی کسی و آماری داری بیشتر مثلا بهم بگو، تو چه سنی آدم اول متوجه میشن که تو بدنشون اون چیزی که میخوان نیست، یا چی رو متوجه میشن؟ میگم مثلا حتی نمیدونم سوالو به چی باید بپرسم. سوال خیلی خوبیه به خاطر اینکه هر کسی یه جوری متفاوت اون رو تجربه میکنه، ولی چیزی که من تجربه کردم و چیزی که فکر میکنم که برا من یه بغلش یه ایمان بهتری هم اوورد که مطمئن بشم که یس همینه که من میخوام. من از موقعی که بچه بودم یادم میادش که اینجوری بودم. حتی یه سری خاطرهای خیلی جالب دارم از بچگی. مثلا یادم میادش که یه دفعه فکر میکردم که او مای گاد امروز حس میکنم که دخترم، امروز یه قدم دارم به گلم نزدیکتر میشم. و این چیزایی بودش که همیشه به خودم فکر میکردم. بعد میرفتم مهد کودک، بعد دلم میخواست بغل میز دخترها بشینم فکر بکنم که I belong to you، به شما تعلق دارم. من چیزی که حس میکنم اینه که از موقعی که مموریم داره یادش میاد همینجوری بودم که اوه یه چیز اینجا اشتباهه، یه چیز اینجا کمه، یه چیز اینجا اضافه است. میدونی یه حس عجیبی داشت. ولی خیلی وقتا شده که خیلی از آدما بودن سالیان سال حتی از ازدواجشون گذشته. همین خیلی معروفه بروس جنر، پدر کایلی جنر، کندال جنر. اون خودش بعد سالها دست زد به این کار، ولی خب اون لزبیانه. یعنی که چون که به زنا حس داره، حالا هم تطبیق جنسیت داده، هنوزم با زنا احتمالاً دیت میکنه. من خبرشو تو نیوز ندارم. این جنر الان شمولاتشو بریده؟ واقعا نمیدونم که ترانزیشنش در چه حدی عمیق بوده، چون که مثلا خیلی الان ترانزیشن‌های مختلفی هست. چون اگه نبریده باشه که دقیقا داره سیستم رو دور زده فقط از زنش جدا شه ها. مثلا اینکه بگم من ترانسجندرم، دولم رو نگه میدونم، لزبیانم. خب من خب هستم دیگه الان. همین دقیقا همون سیم استوریه. ولی این برای آدمی که داره خارج از گود نگاه میکنه به این موضوع. چون تو وقتی که به این مسئله میرسی که او من چه حسی دارم تو بدن خودم، اون خیلی میره فراتر از این که خب من الان همینی که هستم، همین دارم، میرم جلو. او ببخشید، بوم چیکی بوم 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 چیکی بوم بوممو دارم، میرم جلو. چرا حالا این همه خودم رو آزار بدم، اذیت بکنم؟ ولی اون authentic self، اون خیشتن خیشت وقتی میگه که تو اشتباهی، اونه که مشکل ازش میاد. وگرنه تو بقیه جاها مشکل نداری. من که نه، ولی تو کیس بروس جنر مشکلی نداره. یعنی با اینکه من اترکتم به زنا و اینا، اون خودش حس میکنه که یه چیزی اینجا اشتباهه، نه اون گرایشی که به یه آدم دیگه داره. فهمیدم. خب سخت ترین، اول خانواده خودت چطور بودن راجع به این داستان؟ چون من اگه پاشا بیاد بگه من ترانسجندرم، میگم به تخمم، من دیدم اینطوریه. I know you. میشناسمت. خانواده من اصلا یکی از اولینو بگم اینجا، 2 تا نکته بعد 3 تا نکته بعد باز هم قبل اینکه واقعا دیپ بریم تو داستان.
من اولین باری که به سوال پیام دادم که بیایم هم ویدیو بسازیم گفتم بیا از به اسلام و خدا و دین و این چیزا، الهیات و باورها، از نگاه یه ترانسجندر نگاه کنیم، که فکر می‌کنم این واسه جالب بود که گفتی اوکی بیا با هم ویدیو بسازیم. دومین چیز اینه که من ادبیات فارسی خوندم تو ایران. فارسیم از خیلی از آدمای دور و برم بهتره، ولی به خاطر اینکه مغز آدم اون کلمه هایی که تازه یاد گرفتی براش ریفرش تره، براش تازه تره، دوست داره که بیشتر استفاده بکنه. و از طرفی هم دوست دارم که آدمایی که این ویدیوها رو نگاه میکنن یه کمی از اون پیله خودشون بیان بیرون که بشنون کلمه های انگلیسی رو. هم کلمه های انگلیسی رو و تمام تلاش هم میکنم که فارسی هم بغلش بچسبونم. ولی من فارسیم کلیکم نیست، تظاهرم نمیخوام بکنم که من خیلی انگلیسیم خوبه و شما فارسیتون بده، اصلا همچین چیزی نیست. و سومین چیزم که میخواستم بگم یادم سورس هایی که در ادامه خواهم گفت، بذار برسیم به سر اون مسائل اسپریچوال، اون موقع سورس همون میگم. همین دوتا. خانوادم، من از موقعی که یادم میاد و اصلا یکی از چیزایی که تراماتایزینگ بود واقعا، بس باعث شدش که من آسیب ببینم، این بودش که با مادرم رفتیم روانشناس و روانپزشکای مختلف و من میدونستم که یه چیز اینجا اشتباهه که مامانم داره اینقدر منو میبره این ور اون ور، و حس پذیرفته شدنی نمیگرفتم از این موضوع. مثل میمونه که یکی هر نقصی توی تو وجودش ایرادی داشته باشه، نمیدیدی حالا هر ولی میدیدی دور و بریات دارن دنبال ایراد تو میگردن، پس میگفتی پس باید باشه دیگه ها. دقیقاً. ولی توی مسائل دگرباشان جنسی این ایرادات برمیگرده به متاسفانه که تو کشور ما خیلی بیشتره، برمیگرده به بی‌ارزش بودن. یک نفری، متاسفم که این اتفاق توی دنیا هست و میفته، یک نفر اگر که روشندل نابیناست، یه نفر اگر که یه سری معلولیت ها داره، یک کمبودی داره، ولی هیچ وقت خانواده‌اش فکر نمی‌کنن که این بی ارزشه. شاید بگن که کاش که ما یه بچه دیگه داشتیم، ولی هیچ وقت ارزش بچه‌شون رو نمیارن پایین یا بالا. جامعه یه کاری میکنه که ارزشش بیاد پایین یا بره بالا، ولی خانواده هیچ وقت ارزشش رو پایین یا بالا نمیکنن. هیچ موقع تازگی‌ها خیلی بیشتر شده. یک کسی که بچه‌ش که معلوله، بچه‌ش یه مسئله داره، هیچ وقت شرم اونجوری نداره ازش. میگه من چقدر بدشانس بودم، ولی شرم نداره. ولی تو وقتی که دگرباش جنسی هستی، از هر لحاظ برای خانوادت یه شرم خیلی بزرگی هستی، متاسفانه. و میگم تو هم خوبش اشاره کردی که من نمیفهمیدم که یه چیز اینجا مشکل داره، ولی از صحبتایی که با روانشناسا میشد، با روانپزشکا میشد، که همه‌شون هم اصلا مغزا رو همه قیافه عوض. در واقع اگر روانشناسای درستی بودن بعد میشستن به مام باباتون میگفتن که دادا واتساپ، ولی من فکر میکنم اونا تو ایران و کالچر ایران فکر میکنم اونا داشتن سعی میکنن تو رو برگردونن ها، که مثلا اصلا میدونی چی روانی میکنه آدمو؟ این که تو ایران، برو الان کامنت ها رو بخون، اصلا میگی چیکار داره میکنین شماها. خیلی می نویسن که اینا باید درمون بشن، خیلی می نویسن که اینا باید اصلا یه چیزای عجیب غریب، اصلا یه چیزای عجیب غریب. حالا من یه سوال دارم اینجا از آدینس و مردم. در واقع قبول، منم با مردمم. به نظر من شما مریضین، باید درمون بشین. خب به نظر من کسی هم که سرطان میگیره باید بره درمون بشه. ولی اگه سر کوچه من همسایه‌ام سرطان بگیره بعد بگه نه من به دارو و اینا باور ندارم، ویتامین پرتقال میخورم و شب و پامو میکنم تو خاک، میخوام به زمین وصل میشم حالم خوب میشه، به چپم ها. من برام مهم نیست. زندگیشو بکنه دمش گرم، زندگیشو احمقانه بکنه دمش گرم، زندگیشو نکنه دمش used to be گرم. برای من فرقی نداره. من نمیفهمم که چرا مثلا چرا باید طرف احساس شرم کنه، چرا طرف باید احساس ناراحتی کنه اگر تو یا چیزی تو همون از کسایی که تو دنیای تو هستن بچه‌شون شده. باشه اصلا فرض کن اصلا مشکله، خب هستی بچه ها مشکله، همونجوری که تو میگی یه طرف مشکل معلولی داشته باشه کاش نداره دیگه، میگی اوکی کاش من یه بچه دیگه داشتم ولی حالا که اینو دارم. قبول آقا. منم اگه مثلا پاشه بیاد بگه من ترانسجندر شدم، میگم که
کاش من یه بچه دیگه داشتم که تو دنیا به من مثلا یه نوه میداد، ولی حالا این نمیخواد بده، به خاطر این دلیل میگم. ولی پاشا میتونه مرد بشه و بزرگ شه و بچه دار نخواد بشه، بگه من نمیخوام بچه دارشم. میفهمی چی میگم؟ واسه من نظر من این هیتر رو نمیفهمم. اگه تو دوست داری یه کاری بکنی با بدن، تو دوست نداری، تو که مریض نیستی که دوست داشتی بگی شمولاتتو ببری. تو دوست داشتی که میفهمیدی من چه احساسی دارم با زندگیم و دولم. تو اینو نمیتونی درک بکنی، یه چیز دیگه تو درک بکنی که من نمیتونم درک بکنم. من فقط باید اینو بفهمم که نمیفهمم. من یه دوست دارم، آراز، دیزاینر لباس، خیلی آدم خوبیه، من خیلی دوستش دارم، همجنس گراست. بعد یه بار ازش پرسیدم که آراز، اگه بغل هم خوابیده بودیم، بالا رو تو تخت من داشتیم با هم حرف میزدیم، شب پیشم خوابیده بود. بعد گفتم که آراز، اگر یه دختر خوشگل بیاد 20 ساله، مماهای گنده، بعد اینجوری مما رو روغن زده باشه، جای بیکینی مثلث روش باشه، اینو بندازه تو صورت تو اینجوری فشار بده، چه احساسی داری تو؟ گفت سویل، اگه الان یه پسر بیاد این شومبولاسشو برداره بزنه تو سر و صورت تو، چه احساسی داری؟ گفتم خب یه پسر داره دورش میزنه تو صورت من دیگه. گفت مطمئنی تو کونی مونی نیستی؟ خیلی باحاله. این خاطر یادم یه بار دیگه گفته بودی. واسه همین میدونی من مثلا سعی میکنم بفهمم، ولی میفهمم که نمیفهمم. خیلی خب همین دیگه. واسه من یعنی واقعا داشت سوال ازش پرسیدم، بعد فهمیدم که اوکی، پس اگه یه دو نفر که همجنسگرا ممه‌ای که من دوست دارم بخوره تو صورت اون داره و به من احساسش میگه که احتمالاً اکثر مردا اگه شوموناس بخوره تو صورتشون اون احساسو دارن. گفتم اوکی میفهمم. ولی آدما تنفر دارن، میگه مثلا اینا رو باید از بین برد، خوب کرد، اصلا نیست، من نمیخوام باور کنم، بریم راه حلشه. آقا مشکل چیه؟ میدونی مشکل چیه؟ مشکل ریشش انقدر عمیق و تأسف‌بار و ناراحت کننده است که الان میگم. مشکلی که خاطرت، من خودم تو مدرسه دوستای اوکراینیم هستن، بعد از اوکراینیا مثل بلک پیپل ها خیلی اینجوری هن و اسلی هن و اینا. بعد میام مثلا بعد دوستای لاتین دارم، هر جور دوستی بگی دارم. بعد اونا میام مثلا تو مدرسه مثلا بر من میرقصن جلو من، یه چیز دوستی، و من ذوق میکنم، مثلا میزنم رو باسن، میگم ازشون فیلم میگیرم. این هیچ شرم و ناراحتی به همراه نداره. اما زمانی که من یه پسر بودم، دوست پسرم میمد از رو شلوار هرچی مثلا منو میشون رو زمین، اونجاشو نزدیک صورتم میکرد، من هیچ وقت ذوق نمیکردم فیلم بگیرم بگم yes do it girl you're amazing sweetie. هیچ وقت این کار نمیکردم. و این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به زن ستیزی که تک تک ما در وجودمون هست. 500 سال پیش آریا و سهیل نشسته بودن اینجا، پنالوپی و الویز نشسته بودن حرف میزدن مثلا تو لندن که آره چرا شرمه که ما خانوما بریم تو شرکتشون کار بکنیم، چرا ما رو راه نمیدن، فلان و فلان و فلان. ما پیشرفت کردیم، خانوما نه به قدر کافی و به اندازه نیاز، ولی پذیرفته تر شدن. دلیلی که انقدر هیت گرفته میشه توسط دگرباشان جنسی این فمینین بودنه، این زنانگیه، این زن بودنه. به خاطر اینکه تو وقتی زنی انگار آلردی زندگی رو، انگار داداشت که به دنیا آمده از همون رحم حامله شده، یعنی تو همون رحم رشد کرده، از همون واژن زاییده شده، همون اسپرمو داره، همون تخمکو داره، همه چی داره، ولی انگار وقتی که بیرون میاد شومبولانسشو که میبینن
انگاری توی تخته یونیورس برای تو یه 0 میذارن، برای تو یه 1 میذارن. آردی قبل اینکه به دنیا بیای یکی دیگه نظر جلوه. من متاسفانه پاور است. خدای من از روز اول خیلی خوش شدم. یعنی از روزی که فهمیدم دختر پسر چه داستانش همیشه میگفتم چقدر خوشحالم که پسرم، نه به خاطر اینکه تو چی، فقط به خاطر پریود و نمیدونم شیف کردن پا. اصلا میگفتم وات فکر کنم 60 پا تا زیر حلقه تو شیف کنی، ما این صورت ها رو باید شیف کنی. من هفته 2 بار یادم میره بزنم. واقعا میفهمم. و تو دنیا، یعنی من به عنوان کسی که نباید اصلا احساس کنم، احساس کردم که چقدر دنیای آنفریه واسه دختر. یعنی مثلا ما میگیم ما مساویم، ولی مساوی نیستیم. دختر خیلی بیشتر باید زحمت بکشه تو دنیا بیاد بالا، برای پسر راحت تره. وقتی که به هلند اومدم، یکی از اقوام دورم که اصلا هیچ ارتباط فامیلی نداشتیم، برای خاطر اینکه یه طلاقی اتفاق افتاده بود، ولی ما اون خانوم رو میشناختیم از قبل. فهیمه عزیزم از همجا بهش درود میفرستم. تقبل کرد که من توی خونهش زندگی بکنم و باهاش زندگی بکنم. و این خیلی از همون کاراست که اگه سهیل بود میکرد، که چند بارم کرده. و ما با هم اصلا یه چیز خاص خود، یه باند خاص خودمون رو داریم. من صحبت روزانه فکر میکنم، بعد مثلا عصرا من از مدرسه میام، با هم میشیم صحبت میکنیم، چی چت میکنیم، اصلا نه راجب اینکه این چیکار کرد اونو گاسیپ بکنیم، آیا دیدی این فلانی، راجب زندگی حرف میزنیم، راجب اینکه چجوری رشد بکنیم، چجوری خودمون رو بهتر کنیم. من اصلا فکر میکردم، گفتم این دایره، اگه بخوایم زندگی رو، دنیا رو مثل دایره در نظر بگیریم، یه دایره انسان ها رو با ریتینگ و با فهرست بندی اون چیزی که هستن، بزرگترین دایره و دایره شماره 1 مردان سفید پوستن. بعد دایره یکم کوچکتر میشه، مثلا اگه دایره اینجاست میشه اینجوری، میشه مردان قهوه‌ای مثلا. بعد دایره یکم اینجوری میشه مردان سیاه پوست. هی این دایره کوچیک میشه با نژاد مختلف، با هر چیزی، با رنگ پوست، با رنگ مو که دیوونه کننده است، ولی متاسفانه چیزی که هست. بمیرسه به زن، دوباره سیم ستوری، زن سفید پوست، زن سیاه پوست، زن فلان، زن بهمان، زن فلان. من باور دارم که لزبیان ها، باور کلمه خیلی سنگینیه، من فکر میکنم که لزبیان ها توی دگرباشان جنسی و توی LGBT یه هوا اینجوری انگار یه توکن نمکی راحت تر میتونن زندگی بکنن. اونم چرا؟ باز برمیگرده به مردا، به خاطر اینکه از لحاظ بومچیکی بوم بوم بی برای مردا جذاب زنه لزبیان اونقدری که باید هیت نمیگیرن، میدونی؟ یعنی یکم از اون هیت کم میشه ازش، چون که مردا خوششون میاد بالاخره. و من حس میکنم که توی دایره LGBT لزبیان ها هستن، بایسکشوال ها یعنی این بزرگی، لزبیان، بایسکشوال، گی، ترانسجندر مرد و ترانسجندر زن. الان تو کدوم حساب میشی؟ تو ترانسجندر مردی یا ترانسجندر زن؟ به کسی که اون جندری که میخواد داشته باشه رو بغل ترنس میذارن، یعنی میگن زن ترنسه. آها. من پسر به دنیا اومدم، مرد به دنیا اومدم، ولی جندری که میخوام داشته باشم، جنسی که میخوام داشته باشم زنه، پس میشم ترنسی که ترانزیشن کرده که زن بشه. فهمیدم. اگه بخوام عادلانه به جهان هستی نگاه بکنم، فکر میکنم شاید یه مقدارم، یه کمی نظرم شاید یه کوچولو توش خودخواهی داشته باشه، برای خاطر اینکه خب بالاخره منم آدمم، اون حسی که دارم و نمیتونم حس دیگران رو درک بکنم و همیشه ما برای خودمون غممون، دردمون، مشکلمون بزرگتر از هر آدم دیگه ایه. و شاید هم نظر من که میگم ترانسجندرهای زن توی دایره خیلی کوچیکی هستن، شاید از این پرسپکتیو و نقطه نظرم میاد. نه درست میگی، من رو شناخت کردم، این کاملا درست داری میگی. حالا اصلا کاری نداریم تو چقدر دقیق داری میگی، ولی اگر این دایره اولیه که مرد سفید باشه، ما میدونیم ترانسجندر توی اینجا تو اینجاست دیگه، مطمئن اینجا و اینجا نیست، چه برسه به اینجا. واسه همین خیلی این جالبه. و
نه که جالبه، یعنی پوینتی که آدم براش جذابیت داره بهش فکر کنه. من میخوام بدم الان از چش تو چطوری میبینی کجاها این موضوع برات ضعف میاره؟ کجاست که مثلا یهو میگی چرا من تو این گروهم؟ مثلا چون من بعضی مثلا حس میکنم مثلا یه جا هستیم، بعد یه خانواده متفاوتی هست، بعد من مثلا میگم که الان میتونم بفهمم که اون آدم داره میگه چرا مثلا من تو آمریکا مثلا این رنگی به دنیا آمدم. اونو میتونم بفهمم مثلا اون لحظه. میخوام اون لحظه های تو چیه؟ تک تک لحظه های زندگی. واقعا نه اوور، به قول هلندی بشکن اووردرایفه، اکساجره است. حالا بعد راجع به زبان هلندی هم حرف بزنیم که چقدر این زبان شیرین و خوشگله که هیچ کدوم نیست. هر چقدر دگرباش جنسی باشی و کمتر تو چشم باشی موفق که نه، خوشبخترم که نه، از لحاظ جامعه پذیرفتنی تر میشی. اما من چه موقعهایی حس میکنم که ای کاش که من همچین چیزی نبودم. صبح که از خواب پا میشم، او مای گاد، من ADHD دارم. یاد این آهنگ گفتم یه انیمه، یه کارتونی بود توی ADHD ندارم اما فکر میکنم که ADHD دارم. یه کارتونی بود توی ایران گفت صبح که از خواب پا میشم همه جا رو جارو میکنم. پاوز، مرسی از اینکه گوش کردین به آهنگم. صبح که از خواب پا میشم به خاطر اینکه موهام خوشگل باشه، بعد تمام طول شب یه روسری سرم کنم که این تمام موهای فر اینو دارن که اشکال نداره. بعد پا میشم میکاپ میکنم، به پوستم میرسم، به موهام میرسم، به لباسم میرسم. من سوال اگه موهای صورت خاطر هورمونی که استفاده میکنی کمتر میشه یا همینجوری در میاد؟ یعنی باید همینجوری شیف کنی؟ من هیچی تا حالا سهل استفاده نکردم. من نچرال نچم، نه هورمون، نه عمل، نه هیچی. من یعنی همینی که هستم همینم بودم. ولی موی صورت هم فکر میکنم برای خاطر اینکه اولندش که زیاد مثلا پرمو نیستم، کلا به خاطر رو دست و پاهام اینا زیاد مو نیست. رو صورت هم همون سیم استوری، همون داستانه. ولی من فکر میکنم که چون هیچ وقت اجازه ندادم که رشد کنه، انگاری اون ریشش خوب دوونده نشده تو پوست صورتم. میدونی؟ مثلا پسره که دلشون میخواد ریش در بیارن یه مدت نگه میدارن، تو 5 ماه 6 ماه کل صورتشون اون روتا توی پوست صورتشون میمونه، قوی میشه، اونو شیو میکنن ولی ریشه هست. من انقدر همیشه زدم که اجازه ندادم که ریشه خوب فرو بره. مثلا یه سری جای خاصه زدم به ریشه تاثیر داشته باشه، ولی کلا یا کم مویی یا شاید مثلا چیز مویی تو از جین درستی که میخواستی گرفتی. میفهمی چی میگم؟ امیدوارم. من هم فکر رو میکنم شاید. آره. حالا داستان ریش رو بهت بگم، برات خیلی برای خودم خیلی جالبه. ریش، دخترها از ریش خوششون میاد. بعد اومدن نگاه کردن که چرا دخترها ریش خوششون میاد. به خاطر اینکه آدمایی که جنگجو بودن میرفتن جنگ، ریش داشتن تو قدیما. ریش میذاشتن که حالت اگه مش بخوری صورتت اونقدر ضربه نخوره که اگه ریش نداشتی. برای همین ریش خیلی مهم بوده. و از اون ورم ریش هرچی بلندتر بوده راحت‌تر که این بگیره تو رو بکشه پایین. واسه این پس باید جرأت هم داشتی. یه چیزی بوده که هم می‌خواستی داشته باشی هم نمی‌خواستی، ولی توی جنگ خیلی مهم بوده. و هر کی ریشش بزرگتر بوده یعنی خیلی گنگش بالا بوده، یعنی این حمادت دیفید نشده ریششو داره و فلان بسار. برای همین سالیان سال خانوما به مردی که ریش زیاد داره خوششون میاد و کسی که ریش داره نشون میده انسستورش احتمالاً جنگجو بوده. واو، خیلی جالب بود. واو. من عاشق این چیزام که برمیگرده به گذشته، مثل اینکه چرا مرد زن سینه بزرگ دوستن، چرا مرد زن باس هم بزرگ دوستن. همینه، به خاطر اینکه بچه میتونه بهتر شیر بده، میتونه بچه به راحت‌تر بزاد، همه اینا به خاطر اون چیزا میاد. بعد میشم با سگام، من با 3 تا سگ زندگی میکنم. یکیشون هر 3 تایشون رو فرزندخونگی گرفته، اون کسی که باهاش زندگی میکنم عزیزم، و 2 تاشون از ایرانن. یکیشون از بلژیک به فرزندخوندگی گرفته ولی یکیش که از ایرانه، پیر و نابیناست ولی فوق العاده مهربونه. من 2 تا هم پیش منن دیگه. اینا شدن بچه های من. واقعا
آدم عجیبه ها به سگا چجوری حس بچگی داره. حالا بدترین احساس به سگ وقتی که میمیره، برای همین من سگ نمیگیرم. واقعا واقعا واقعا. و این خودش میتونه یه تراژدی خاصی تو زندگی هر کسی باشه. من ساعت 5 صبح پا میشم مثلا که نه معمولا، که به همه این کارا برسم سعی میکنم که رو خودم هم کار بکنم، پلو اونا. با سگا میرم جنگل پیاده روی میکنم توی بست کی سناریو، تو بهترین حالت ممکن. بعد لباسمو میپوشم و همه چی آماده میشم و میرم به اتوبوسم، میرسم و میگیرم و میرم مدرسه. این از این، یعنی چقدر باید به خودم برسم که این کلا توی فمینین بودن هست، به خود رسیدگی. یعنی این چیزی که هستی که همیشه به خودشون فمینینا میرسن، زنها یا کسایی که اصلا دوست دارن که یه مقداری اصلا زیبایی رو دوست دارن. وارد مدرسه که میشم، من همیشه این مثال جالب دارم، میگم من کیم کارداشیان مدرسه‌ام. چیه مدرسه؟ Everybody talks about me. کیم کارداشیانشم. میگم everybody talks about me، همه راجعم حرف میزنن. بعد everybody knows me، همه منو میشناسن، ولی nobody likes me. خوشش نمیاد. چرا؟ چون که مثلا خیلی مثلا لباسای وحشیانه میپوشی، یا مثلا چیکار میکنی که چجوری نوتیس میشی و چطوری فکر میکنی که مردم خوششون نمیاد؟ مردم از آدمای با اعتماد به نفس خوششون نمیاد. این قانون یکه. آره قبول دارم. چون که اینسکیور میشن، ناامن میشن، بیچارگیاشون میاد بالا. یاد این میفتن من این دو برابر میشه برای مردم، چون میگن این آدم عادی هم نیست، ترانسجندره، خواهد بر سرش آردی تو زندگیش گن خورده، این هم اعتماد به نفس داره. این خودش انگاری 2 برابر میکنه هیتشون رو. ولی من تو مدرسه که میرم و میرفتم که تموم شد، مدرسه برای خارجی‌ها بود، برای خاطر اینکه اینجا تو هلند یه وارد هلند که میشی بعد یه سری مدارس خاص رو بگذرونی که هم برای اینکه هلندی رو یاد بگیری، هم که واسه فرهنگ هلندی که همینجوری بار بیای. من اونجا میرفتم و خب بیشتر دانش آموزای اونجا هم مال خارج از هلند بودن، خارج از هلند و به خصوص مسلمون، سوریه، فلسطین و کشورهای اونجوری. و چقدر هوموفوبیک بودن توی روسیه و اوکراین زیاده. یعنی چقدر آدم ها اینجوری هن. اونا بدتر از ما. اونا اصلا و حالا فکر بکن کامبینیشن و ترکیب مدرسه من از مسلمون های 2 آتیشه و روسا و اوکراین تشکیل شده. یعنی همین حتی خودت کلا همین تو الان پسر دوست داری یا لزبیانی یا چیه داستان؟ من به مردها اترکتد میشم. دقیقاً آره، به مردا جذب میشم. بعد اگه مردی که میاد به طرفت گی باشه بگه من دوست دارم تو رو، قابل قبوله برات؟ تکنیکلی و فیزیکلی، از لحاظ تکنیک و از لحاظ بدن من مرد به حساب میام. نه میگم یه مرد بیاد طرف تو. همه دارن میگن، به خاطر همین دارن میگن. تو میگی حتما باید گی باشه اصلا؟ نه میگن حتما نباید گی باشه، ولی اینم اوکیه، به خاطر اینکه من جلوتر بهش میرسیم. این برمیگرده به پریفرنس و ترجیح اون آدمی که دگر باشه جنسی یا هر جوری هست، ترنسه. من به خاطر اینکه خودمو توی هیچ قالبی نمیذارم، من اینجام که اوکی هر چی میخواد باشه، من اوکی ام باهاش. من اینجوری فکر میکنم بهش. و بر من هیچ فرقی نداره که طرف گی باشه، استریت باشه، ولی فتیش ترنس داشته باشه، که چقدر غم انگیزه این موضوع که باز جلوتر بهش میپردازیم. توی مدرسه من مثل همه جاهای دیگه زندگیم هیچ وقت اوردینری نبودم و نیستم. هیچ وقت سطحی و عادی نیستم. من همیشه اکستراردینری، همیشه بیشتر از حد عادی. که چیز داره ها، دلایل روانشناسی داره که چرا من اینجوریم، که اونم خودش به خاطر تمام تراماها و احساسات درونی که من به اندازه کافی خوب نیستم و بعد خیلی بیشتر باشه، همینه به خاطر اونم. ولی این کسی که من هستم، حالا به خاطر هر اتفاقی که افتاده در گذشته، این کسی که هستم. و به خاطر همین که اوردینری نیستم، باز انگاری یه دلیل دیگه برای هیت بهشون بیشتر میده که این آروم باش، حالا تو هم
اینم یکی از دلایل هیتشه. و یکی از دلایل دیگهش این بودش که من تو مدرسه ایران، که مدرسه میرفتم، مدرسه پسرانه میرفتم، اصلا هیچ چیزی نداشتم، نه ظاهرم دخترونه بود، یعنی کاری میکردم دیگه، همین بود که بودم. لباسم هم که خیلی عادی بود. تنها شیلد و محافظی که من داشتم سهیل همیشه این بودش که یه چیزی داشته باش که اونا ندارن، که اگه که خواستن یه حرفی بزنن صورتشون. چجوری من چیکار کردم؟ زبانه مختلف یاد گرفتم. سعی کردم فرانسه یاد بگیرم، آلمانی یاد بگیرم، هنرهای مختلف یاد گرفتم، اطلاعات عمومی بردم بالا، مطالعه‌مو زیاد کردم. ولی این تون بود، از همیشه بود، ولی بعد از این که فهمیدم که من نیاز به شیلد دادم، انگار چه سنی زبونای جدیدشو که یاد گرفتن؟ فکر میکنم 14-15 سالگی. ولی فرانسه که با دوست صمیمیم بود و هر چیزی که با دوست صمیمت باشه it's not gonna work کار نکرد. به خاطر اینکه تا کلاس میرفتیم سری آره دیدی اون خاک بسترش 2000 2 قرونی که فرانسه اصلا کلا ولم کن. ولی خب بیسشو دارم. آلمانی هم به طور خیلی جدی با یه معلمی داشتم که درود میفرستن از همینجا به شکل میبینه توی اتریش، با هم از طریق اسکایپ بهم آلمانی یاد میداد که اونم خیلی خوب یاد گرفتم. ولی برای خاطر اینکه آلمانی که اصلا وای سوال من شبا میخوابیدم یه چیزی دارم به نام آرتیکل. ما تو انگلیسی همون د که میگیم، مثلا چونم د بایسیکل، اونا 3 تا دارن، در دی داس، برای مؤنث و مذکر و هیچی. بعد تو بعد همه کلمه‌های خاص خودشو داره و من شما گفتم این کدوم دره، کدوم دیه، کدوم دسته، که خدا رو شکر اصلا دیگه نیاز نبود آلمانی یاد بگیرم. ولی هلندی هم همچین چیزی داره، ولی 2 تاست، د و هت، ولی اون با جنسیتش کاری نداره، فقط همین کلمه است. چه باحال. الان 18 سالته درست میگم؟ یس. خب چند سالگی رفتی هلند؟ 16 سالگی. واسه چی رفتی هلند؟ پناهنده شدم. چی شد که رفتی هلند؟ چجوری رفتی؟ ویزیت کردی؟ من زمانی که یه سری مثل همه پناهجوها که چقدر ناراحت کننده است، ولی تو کشور خودشون احساس امنیت نمی‌کنن، با دولت مشکل پیدا می‌کنن، با جامعه مشکل پیدا می‌کنن، با همین مشکل پیدا می‌کنن. منم مشکل پیدا کردم و همونجور که خود میدونی گرفتن ویزا از سفارت‌های رتبه بالا بسیار کار سختیه، مثل هلند و آلمان و امریکا و کانادا و اینا، مگر اینکه یک سری بک‌گراندهای خوب داشته باشی یا ویزای تحصیلی بخوای بگیری. من از طریق ایتالیا رفتم، از تهران پرواز کردم به ایتالیا و از ایتالیا از میلان اومدم به هلند و این پروسه راه هم بوده است. ولی ما که میگیم پناهنده، آدم‌ها تو فکرشون یه چیزای خیلی عجیب میاد، ولی خیلی هستن که بهشون اصطلاحاً میگن پناهنده اقتصادی، که ساحل ما هم اقتصادی ولی به خاطر ولی به خاطر مشکل خاصی نیست تو کشور. میان اینجا مثلا میگن الکی میگن ما مشکل داشتیم تو کشور، ولی به خاطر اینکه به خاطر وضع نبود اوضاع خوب اقتصادی و اوضاع خوب مالی که بعد حتما با بابای سروش حرف بزنیم، بالاخره فامیلشون اقتصادیه دیگه، یه حرف چه خبره تو دنبال ایران اقتصادی. همین بریم باباش پیدا کنیم، خدای باشی صحبت بکنیم. من عاشق خانواده‌ام. من خدای دیوونه شدم. بعدم حالا میخوام راجع بهش صحبت کنم که من چجوری با تو آشنا شدم. این خودش داستان کلی خنده دار داره. ولی اینا به خاطر مسائل اقتصادی میان اینجا. هر کشوری که پناهنده میپذیره، پناهجو میپذیره در اصل، به خاطر اینکه پناهجو کسی که دنبال کشوری برای پناه میگرده و بعد از اینکه با درخواست پناهندگی موافقت میشه پناهنده.
برای خاطر همین میان مثلا اینجا توی واقعا هم اوضاع کمپایی که مردم توش اقامت دارن اصلا اوضاع خوبی نیست، ولی من خدا رو شکر شانسی که آوردم فقط درخواستم رو دادم و اومدم توی خونه‌ای که الان دارم توی زندگی میکنم و لاکچری لایف استایل واقعا برای به عنوان یک پناهجو. هنوز ندادن؟ چرا با درخواست من خیلی وقت موافقت شده، اول امسال، ابتدای امسال. خب پس پناهنده ای الان. من الان پناهنده. آره دقیقا. خب بگو چجوری داستانی که گفتی با من آشنا شدی، گفتی خنده داره، من خنده دار دوست دارم. میدونم تو خنده، من خودم شده خنده در فیلم کم که اومای گاد چجوری خنده دار بکنیم این مکالمه رو. اوکی، داستان شروع میشه از یک مادر بزرگ ابسست و عاشق بفرمایید شام. من اون موقع تو این فاز بودم که مای گاد من اصلا ماهواره نگاه نمی کنم، شما دهاتیای ایرانی برین همون بفرمایید شامتون نگاه بکنین، من اصلا ولم کنین، من فقط امریکایی هستم، من فقط انگلیسی نگاه میکنم، من خیلی با کلاس، فقط How I Met Your Mother و Friends و فیلم های هیچکاک و اینا، منو ول کنین. مام بزرگ من از اونا بوده که قبل انقلاب مینی جوب میپوشیده و از این سیا برای خودش. به من زنگ زد که آره پاشو همین الان من و تو رو روشن کن. گفتم چی شده مگه؟ گفت نمیدونی یه پسره اومده توی من و تو بفرمایید شام به همه یکی یه دونه اپل واچ داد. گفتم چی؟ گفتم واقعا؟ گفت آره. گفتم اوکی. تلفن رو قطع کردم، زدم وسط برنامه بود. خونه کی بودی؟ خونه خودت بود اپل واچ دادی، به عنوان میزبان بودی. خلاصه اونجا نگاه کردم و گفتم oh my god that's the person that I want. همین اونه که من چون اصلا توی بفرمایید اینقدر همه گرگوری و دهاتی و چون ماکسیموم کادر که به هم دیگه میدادن این بودش که قاب عکس همدیگه چاپ میکردن، تو اومدی اینجا یه رولوشن کردی، انقلاب کردی، چش همه کور شد. گذشت و سوال اختصاصی برای من یه آیکان شدش که اوکی اینجوریه و اصلا از یادم رفتی. قسمت بعدشو ندیدی که دختر شدم؟ چرا همه‌شو دیدم دیگه، چرا اونو همه‌شو دیدم و اون موقع باورش اتفاقا امروز داشتم فکر می‌کردم که چجوری باهات آشنا شدم و روندشو یادم بیاد. موقعی که تو اون کارو کردی برای من خیلی جالب بود که او مای گاد یکی این تابو رو شکست، یکی اومد تو بالاخره من و تو واسه ایرانیان نشنال تلویزیون یه جوری به حساب میاد دیگه، همه نگاه می‌کنن تلویزیون ملی، اومد این کارو کرد و چقدر آیکونیک و فهمیدم که تو یک چیز آوانگارد، یک شخصیت آوانگاردی داری، یک شخصیتی که خارج از حد عادی جامعه است. بعد همون داستان برای یوتیوب بود. منم تو یوتیوب من خیلی پیکی، خیلی وسواسی، تو که دهاتی هستی، تو رو که همه نگاه میکنن، من که اصلا رپ گوش نمیکنم، اصلا رپ رو ولم کن، رپ رو همه رپ گوش، من باید خاص گوش بکنم. هی میمدم توی این سجستشن های پیشنهادهای یوتیوب، هی ویدیوی سپر خلصه میومد برام. تایتلش چی بود؟ obviously اون موقع واقعا فکر کنم اولین یا دومین ویدیوش بود که گذاشته بود که آخرین بار کی زدی. من گفتم او مای گاد با این کانتنت های بوم چیکی بوم بوم جیجی باریتون گفتم ولم کنیم و چی دهاتی ها همه گیگن، انقدر برام اومد که زدم روش دیدم. خب تو چه گفتم خب چیزی خنده دار بود، جالب بود. سابسکرایب کردم تو کانالش و سهیل با سیبیل وارد شد. من فکر میکردم که او مای گاد من این سهیل کجا میشناسم، میدونم یه جا میشناسم، که آخر توی یک از اپیزودهای سیبیل وار سپر گفتش که سهیل همونه که از بفهم. گفتم اون سهیله دیگه، عاشقت شدم و دنبالت کردم و مورد علاقه ترین ویدیوت که من عاشقشم، ویدیو فکر کنم بالای 3-4 بار دیدمش، ویدیویی که با مام بابات نشستی تو اون کانال قبلیت بود فکر کنم، با مام بابات نشستی توی خونتون دارین صحبت میکنی راجبه که من بچه بودم چجوری بود و راجبه تحریک حرف میزنی، راجبه همه چی میگم، بارها دیدمش، خیلی برام جالب بود. من از الگنس، از ظرافت خیلی خوشم میاد و مام بابا تو دارن داد میزنن الگنس، اون چیزی که منو خیلی جذب میکنه. خیلی خدایی هستن، یعنی اصلا هیچ جهتی به من ندارن، ازشون همیشه معذرت میخوام که
یه بچه‌شون یعنی خواهرم تو همون رده اوناست، ولی من زیر پلم. نه اتفاقا من فکر میکنم دلیلی که تو تونستی انقدر رها و آزاد زندگی بکنی همون بکگراند خانوادگی که داشتی. من به این اعتقاد قلبی دارم. یعنی تا اگه خانوادت یه خانواده دیگه بود، اصلا همچین آدمی که الان هستی نبودی، به خاطر اینکه به واسطه خانواده چیزایی رو تجربه کردی، چیزایی رو دیدی که گفتی که او من باید با همه فرق بکنم. و خدا رو شکر که همچین خانواده داشتی که همچین آدمی تونست تحویل جامعه بده. من به این خیلی باور دارم. در مورد گم دیده جالب بود. بعد تمام شد همین زمین زدم به مامانم میگم سلام منم بهش میگم I love you. در مورد گم